روانشناسی ما نمیتونیم پدیده ای رو پیدا بکنیم که به اندازه جنگ بتونه تمام ساختارهای روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو به هم بریزه و آشفتگی و بحران در تمام این ساختارها به وجود بیاره. خب و این بحرانی هم نیستش که به سادگی و یا کوتاه مدت باشه، بلکه بحرانیه که مستمر و پایدار هست، ماندگار هست و حتی میتونه نسل به نسل این آسیب‌ها رو با خودش منتقل بکنه. خب در این بین ما مردان و سربازان نظامی بسیار زیادی رو از دست میدیم، ولی آیا جنگ ها به همین مسئله ختم میشه؟ قطعا نه. جنگ ها همیشه یک سری قربانیان پنهانی داره، آسیب دیدگان پنهانی داره که معمولا نادیده گرفته میشن. یکی از این گروه بزرگی که ما معمولا اونها رو نادیده میگیریم زنان هستند. خب زنان سربازان غیر نظامی هستند که متاسفانه درسته که در آسیب‌های جنگ‌ها دچار چندگانگی آسیب میشن، ولی معمولاً اونها نادیده گرفته میشن. این گروه معمولاً اولین گروهی هستند که تحت آزارهای جنسی، خشونت‌های جنسی قرار میگیرن، به عنوان ابزارهای جنسی و یا ابزار انتقام گروه مقابل قرار میگیرن. همه ما میدونیم که تجاوز و آزارهای جنسی چطور میتونه استانداردهای روانشناختی رو به هم بزنه. یکی از موضوعات دیگه‌ای که بسیار مهم هست و زنان درگیرش هستن، خب اگر زنی همسر خودش رو در جنگ ها و یا پارتنر خودش رو در جنگ از دست بده، مسئولیت خانواده، مسئولیت فرزندان مستقیما به زن برمیگرده. خب زن باید فرزندانش رو بزرگ بکنه. این واژه عادی که ما همیشه ازش استفاده میکنیم هم براش پدر باشه و هم براش مادر باشه. یه مورد دیگه هم هست که اگر زنان حتی همسران خودشون رو در جنگ ها از دست ندن و مردی دچار معلولیتی در جنگ ها بشه، زنان باید به عنوان پرستار نه تنها مادام العمر بلکه در تمام شرایط این خدمات رو ارائه بدن. خب اینها باعث میشه که تحصیل زنان، شغل زنان و درگیر یک سری مسائل و چالش های بسیار زیادی بشه. ما میبینیم که این جنگ ها میتونه اثرات مخربی رو برای زنان داشته باشه، آسیب های بسیار زیادی برای زنان داشته باشه که معمولاً نادیده گرفته میشه.